شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان در جلسه نوبتی پارلمان بر رشد بخش صنعت در تاجیکستان دخل کرد. دقیق‌ترش او درباره سرمایه‌گذاران خارجی گفت که می‌خواهند در کشور کارخانه‌های نو بنیاد کنند اما به این هدفشان نائل نمی‌شوند. او از جمله گفت مقامات دخلدار تاجیکستان سرمایه‌گذاران خارجی را نمی‌جویند بلکه برعکس سرمایه‌گذار آنها را می‌جوید. بعضن وقت سرمایه‌گذاران به دوشنبه می‌آیند وزیران ما آنها را قبول نمی‌کنند، به مکتوب و پیشنهادهایشان جواب نمی‌دهند. اقتصادشناسان میگویند منظور رئیس پارلمان وجود فساد و میل گرفتن درآمد در سطح مقامداران بلندپایه کشور است. ما قانون‌های را داریم که از مبلغ گذاران خارجی و سرمایه‌ای آنها حمایت می‌کند، اما در اصل بیشتری منصبداران به این روند مانع می‌شوند. از این خاطر فکر می‌کنم که همه این قبل از همه به کروپسیا وابسته است. در این باره خودی پرزیدنت کشور و دیگران نیز بارها گفتند، اما با این وجود چنین وضعیت ادامه دارد. بنابر زیاد نبودن سرمایه‌گذاران کارخانه‌ها نیز کم بنیاد می‌شوند. در عین زمان کارخانه‌های موجود بوده فرسوده شده مالی را تولید می‌کنند که در بازارهای جهانی رقابت پذیر نیستند. در انبارهای کشور به مبلغ عمومی 211 میلیون دلار مالهای خوابیدند که طلبات ندارند. به قول اقتصادشناسان برای تغییر وضع در این ساحه تنها سخنرانی رئیس پارلمان تاجیکستان کافی نیست. در مد اول باید اصلاحات جدی را برای جلب سرمایه‌گذاران عملی کرد و بعد این مبلغ‌های کلان را برای از نفسازی استحصالات اختصاص داد.